به نام خدا. محمد هستم، متولد 1364 و از اونجایی که پدرم روحانی بوده من خودم قم به دنیا اومدم، ولی اصالتا مال گیلانم، هم پدرم هم مادرم. خب از بچگی استعداد زیادی داشتم، چه توی درس، حالا معمولا گیلانی ها روی آیکیو استعداد معروفه و همیشه شاگرد ممتاز بودم تو تمام مراحل درس. خدمت شما عرض کنم تو زندگیم خیلی کنجکاو بودم رو بحث ادیان و مذاهب مختلف. به خاطر همین چه تو بحث فلسفه اسلامی، فلسفه غربی و همینطور ادیان مختلف مثل بودیسم، مثل مسیحیت، یهودیت و اسلام خیلی تحقیق کردم، حتی دروسش هم خوندم، حتی بحث مسئله اسلام و تشیع، بحث فقه و اصول و منطق و فلسفه و رجال و درایه و همه اینها رو مطالعه کرد. سال 1401 من رفتم هلند. از اونجایی که خب هم تو بحث حقوق یک مؤسسه حقوقی داشتم با یکی از دوستانم و هم تو بحث غواصی صنعتی مدرس بودم. سال 90 تهران یه استخری داشتیم، یکی از دوستانم رو آموزش دادم و فرستادمش هلند و سال 90 ایشون رفت هلند و 1401 هم بنده رفتم به دعوت ایشون. و اتفاقی که افتاد این بود که اعضای خانواده همسرم فوت کردن. ما اومدیم ایران برای مراسمشون و اومدم شمال پدر و مادرم رو ببینم از کرج و همسرم هم تصادف کردن، باردار بودن، ایشون و بچه تو شکمش هم از دنیا رفت و دیگه خب از اون موقع نرفتم. سال 1400 من توی بیمارستانی توی قم، بیمارستان شهید بهشتی، 9 بار بستری شدم تو 9 شب، فاصله زمانی تقریبا 2 هفته که 9 بار تو اورژانسش بستری شدم به خاطر فشار بالای 20، به خاطر فشار خون و قلب که هم پنیک بود، پنیک عصبی شدید و هم فشار خون بالا. و تو یکی از این اتفاقها من توی اتاق PCR برگشتم با شوک قلبی و 1 دقیقه و 7 ثانیه من کندش از این دنیا رفت. و بار دوم هم توی اتفاق دیگه بود که تو خونم بودم و این اتفاق برام افتاد و خب اون مدت زمانش بیشتر بود. من توی آمبولانس، یعنی به محض اینکه رسیدیم بیمارستان من توی آمبولانس جدا شدم، قشنگ چسبیدم به سقف آمبولانس و خب توی این مرحله باید تقسیم بکنم، فکر میکنم افرادی رو که این مراحل رو تجربه کردن به 2 تا تقسیم بندی. یکی اونهایی که صرفاً روح از بدنشون جدا شده و هنوز به اون تونل یا بعد از اون نرسیدن، افرادی که میشه گفت فقط یک آزادی روح رو تجربه کردن و جدا شدن و کنده شدن از جسم. که خب این افراد مشترک، واقعا چیزهای مشترک دارن، همون حس آزادی نداشتن، هیچ غم و غصه، کنده شدن از همه اضطراب‌های دنیوی و سبکی کامل. و خب بخش دیگه‌اش هم قطعا این هست که به چیزهایی که میخوان توجه بکنن میتونن کامل بهش نسبت به اون معرفت کسب بکنن، حالا چه خانواده‌شون باشه، چه اون مکانی که درش هستن، حتی با فاصله بسیار بسیار زیاد. و اون دلبستگی هایی که خود شخص میخواد راجع بهش
خبر کسب بکن. و نسبت به اون افرادی که از اون تونل گذشتن و رفتن و اون ور رو دیدن، خب اینجا هم 2 تا تقسیم بندی وجود داره به نظر من نظر شخصیم رو دارم از یکی افرادی که بعد از تونل حالا به یه سری تجربیات معنوی رسیدن توسط اون هادیشون، چون همه این افراد بعد از اون تونل نورانی یک راهنما دارن که اونها رو هدایت میکنه به مسیری که باید برن و اینجا نشون میده که خداوند در هیچ نقطه ای از زندگی یک انسان او رو رها نمیده. من در خدمت شما اگه سوالی چیزی هست. سوال که من نمیپرسم کنم. خب بریم سر وقتی که از زمانی که این PCR اتفاق میفته تا زمانی که PCR اتفاق میفته جدا میشید و OBE براتون اتفاق اوت بادی اکسپریانس داشتید و از اونجا رو بگید چه اتفاقی بود. اونجا که دیگه من ندیدم و نمیتونم درک کنم و شما قراره به من توضیح بدید که دقیقاً چه اتفاقی اون زمان براتون افتاده. جزئیات خیلی مهمه. صدایی رو هم شنیدید، اون صدا هم با جزئیاتش شد مثلا چی نوری رو دید، جزئیاتش برای منی که ندیدم قطعا لذت بخش. خدمت شما عرض کنم بار اول فقط خارج شدن روح از جسم بود، یعنی اینکه من فقط روحم از جسمم خارج شد و در تمام این مدت بالای سر جسمم بودم و اون تونل رو تجربه نکردم. صرفاً همون احساس سبکی، بی دغدغگی کامل، آرامش کامل و خب توجهی هم به این که خانواده من الان کجان. این که من فهمیدم مردم، یعنی خودم رو میدیدم روی تخت اورژانس توی آمبولانس و اینکه دارن منو میبرن به سمت اورژانس و تمام اون افرادی که دور و بر من بودن، از اون پرسنل اورژانس، این پرستارها داخل اورژانس تا افرادی که حتی داخل اون بیمارستان تو تخت‌های مختلف بودن، تو بخش‌های مختلف بودن، همه رو میشد دید. و من از اونجا به خانواده خودم توجه کردم که شمال بودن و تو همین منطقه بودن و شب ساعت 1:04 شب بود و اونا خواب بودن و اینکه تو خواب چه خوابی میدیدن، چه جوری خوابیده بودن، بدون اینکه شما از جای خودت حرکت بکنید میتونید اونا رو ببینید، درک بکنید اینکه تو چه حسی هن، تو چه فکری هن، تو چه موقعیتی هن و اینکه شما از تمام زوایا احاطه دارید به موضوعی که میخواید بهش برسید. منم تو اون موقع تو همین حالت بودم، یعنی بالا سر جسمم بودم و هر قضیه‌ای که دوست داشتم فکر بکنم، راجبش اطلاعات کسب بکنم، بلافاصله میتونستم بفهمم، هر کجای ایران که باشه. این موقعیت هم دقیقا همین بود، اینکه حالا دقیق ساعت رو میگم و میدونم 1 دقیقه و 7 ثانیه بوده که از زمانی که روح از جسم من جدا شد تا زمانی که برگشتم. و خب اون موقعی که من تو آمبولانس بودم کامل قلبی داشتم و این رو قشنگ توی اون شخصی که کنار من تو آمبولانس بود میشد دید که فهمید کامل و توی بیسیم به بیمارستان اعلام کرد که ایست کامل داریم الان. و وقتی که رسیدم بلافاصله به سرعت منو پیاده کردم بردن تو اتاق PCR که این تایم تقریبا 1 دقیقه و 7 ثانیه تا زمان برگشتم طول کشید. همین، چیز زیاد خاص دیگه ای نمیتونم خدمتتون بگم.
این به من گفتی اونجا 7 سال گذشت. بله. بعد خیلی کلی داری میگی. ببین من از انتظارم اینه بیای جزئیاتش بگو. اون لحظه که اومدم بیرون این برام نگاه کردم، برام نگاه کردم، مثلا این فلانی برام عجیب نبود. خب سیر رو داشتم، خب بله. مثلا تونل رو دیدم. منظورم همچین چیزیه. ببینید تو اون تایم چون زمانی که روح از جسم جدا میشه دیگه زمان کاملا بی‌معنای به قول معروف به زمان الان، نه اینکه اونجا زمانی وجود نداره، منظور تغییر و تبدیلی وجود نداره. اینکه صرفا مثلا شما سلول خودتون رو در نظر بگیرید که اینجا رشد میکنه و میمیره و از پوست حالا به صورت حمام مثلا جدا میشه، یا اینکه شما پیر میشید، دیگه اون تغییر وجود نداره. ولی زمان هست اونجا، اینکه وقتی شما حرکت میکنید یعنی یک زمانی رو صرف کردید، ولی اینکه به این معنای دنیایی زمان وجود داشته باشه نه. من توی اون تایم خب خیلی جاها رفتم، یعنی وقتی روح از بدنم جدا شد تو همون 1 دقیقه و 7 ثانیه خیلی چیزها رو دوست داشتم ببینم، بفهمم رو همین کره زمین، حالا مثلا اگر بخوایم در نظر بگیر. و خب من یه تصویرسازی از قبل تو ذهنم داشتم نسبت به این که خب خیلی مشتاق بودم نسبت به ادیان و مذاهب مختلف و حالات مختلف روحی، و از اونجایی که این پیش زمینه توی ذهن من بود، من حالا خودم رو تو این لحظه تو اون به قول معروف موقعیت خاص میدیدم. بنابراین بدون هیچ ترسی، چون ترسی وجود نداشت، بدون هیچ ترسی دنبال کنجکاوی های خودم بودم. حالا اینکه مثلا بخوام بگم تو فلان نقطه از کره زمین چیه. ببینید حضرت علی میگه انسان با چیزهای محشور میشه که بهش علاقه‌منده، و این دقیقا همونه. مثلا من نمیدونم یک مسیحی، یک فردی که حالا مرگ رو تجربه کرده و دوباره برگشته چی دیده، اما فکر میکنم از اونجایی که علقه به حضرت عیسی داشته او رو دیده. و من توی این تایم خب خیلی جاها رفتم که راجبش نمیخوام خیلی صحبت کنم. بحث اینه که اما مثلا بالای سر بچه هام اومدم و خواب بچه‌م رو دیدم که داره به چی فکر میکنه، چه خوابی میبینه، و اینکه ایشون تو اون لحظه خواب دوچرخه‌ای رو میدید که روش سوار شده بود و براش خریده بودیم، تازه هم خریده بودیم، من و پدرم براش خریده بودیم، و خواب میدید که تو حیاط داره دوچرخه سواری میکنه و دوست داشت روی دوچرخه‌اش از محیط زندگی خونه دور شه، یعنی بره مثلا روستاهای دیگه هم بگرده. این خوابو داشت میدید. یا مثلا اون پرستاری که توی اتاق سرشیفت پرستاری، حالا اسمش رو دقیقا نمیدونم، سوپروایزر فکر میکنم میگن، داشت به این فکر میکرد که بچهش خب توی شیفتی بود که بهش تحمیل شده بود، ناراحت بود، یعنی یکی از همکاراش نتونسته بود بیاد سر شیفت و ایشون رو بهش گفته بودن که حالا ایشون نیست به خاطر مشکلی که داره، شما بیاید. ایشون ناراحت بود، بچهش رو هم تو این زمان ول کرده بود و اومده بود سر شیفت. یا مثلا اون کسی که اون آمبولانس رو راننده آمبولانس بود به این فکر میکرد که لاستیک های ماشین آمبولانس مستهلک شده و این رو بهش حالا اون خدمت شما عرض کنم بخشی که باید
پول میذاشت برای این آمبولانس و این رو خدمت شما عرض کنم درست میکردن، کی قراره این پول بهشون پرداخت بشه که این لاستیکا رو بتونه تجدید بکنه، نو بکنه. خب اینا چیزایی که میتونم خدمت شما بیان بکنم و من تو این زمان به اون تونل نرسیدم، صرفاً خارج از بدنم بودم و تو همون حالت سیر میکردم. صرف اینکه کلاً تو فضای بالای جسمم بودم، ولی خب میتونستم جای مختلف برم، ببینم، خبر کسب بکنم، معرفت، نه اینکه خبر، معرفت نسبت به موضوعی که میخوام رو به دست بیارم. این چه اولین تجربه درسته؟ بله. خب چون پشت تلفن من گفتی این تجربه هم 7 سال طول کشید، بله. فکرم به اون سمت رفتی. نه، تو همینجا احساس کردی 7 سال، اندازه 7 سال اطلاعات کسب کردی؟ به اندازه 7 سال زندگی رو الان من با شما خدمت شما هستم، مثلا 1 ساعت 2 ساعت. خب توی این 2 ساعت شما به صورت زمینی چقدر میتونید تبادل اطلاعات داشته باشید، تجربه کسب بکنید، اصلا گذران کنید این قضیه رو، و بیشتر از این 2 ساعت 1 ثانیه هم اضافه نمیشه. این که من میگم 7 سال، شما به صورت این دنیای مادی تو این 7 سال مثلا میتونید 186 تا کشور رو مثال عرض میکنم برید ببینید، با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشید، باشون تقابل داشته باشید، باشون بشینید صحبت کنید، تجربیات مختلف رو کسب بکنید. صرف این که یک زمان به شما گفته باشم نیست، صرف اینه که شما خودتون درک میکنید که اون تایم حدوداً چقدر از زمان زمینی میتونه گذشته باشه که شما بتونید این رو کسب بکنید. تجربه دومم مال بهمن 1401 بود و توی قم اتفاق افتاد. من شب خوابیده بودم و خدمت شما عرض کنم که ببخشید بهمن 1400 شب خوابیده بودم. یه مدت بعد از این قضایایی که تو آمبولانس اتفاق افتاد، تقریباً میشه گفت 3 ماه بعد از این، و من خوابیده بودم و یهو احساس کردم که دوباره روح از بدنم جدا شد، خودم رو میبینم، جسمم رو میبینم. خودم رو که میگم خود واقعیم نه، خود واقعیم در واقع اونیه که داره میبینه، چون وجود تو زمانیه که تو حس حیات داری. خب اون جسم دیگه حس حیات نداره، ولی چون یه تعلق خاطری با اون جسم داری، در واقع جسممو میبینم که خوابیده و من جدا شدم. دوباره از اونجایی که خیلی همیشه کنجکاو بودم شروع کردم این ور اون ور رفتن. حالا چند تا جا واقعا خیلی بهش علاقه دارم. مهمترینش بین الحرمین، حرم امام حسین، حرم حضرت ابوالفضل، یا مثلا نجف، حرم امام علی. خیلی واقعا این چند تا جا خیلی وابستگی شدید بهش دارم و همیشه ولم کنی به قول معروف کبوتر جلد اینجا هم. و رفتم سر زدم و خب اونجا واقعا دلیلش هم باید بگم، تنها جایی که روی کره زمین شما جز نور و حقیقت نمیبینید و این که قاطی مثلا زوار حرم امام حسین بشید، چون دلیل این که خداوند این همه برای امام حسین علیه السلام عشق و لطف ابراز کرده، چه اونهایی که بهش وابسته میشن، دلبسته میشن، چه به خودش، حالا چه خاکش گذاشته. میگه آقا وقتی خوردن خاک حرامه، اما تبرک جستن به تربت امام حسین شفاست. یا مثلا دلیلش اینه وقتی امام حسین علیه السلام همه هستیش رو
عشق بازی میکنه با خداوند و خدا هم میاد همین کار رو میکنه. به اضافه این که نجات نوع انسان برای غلبه بر ظلم از این حرکت نشأت میگیره و خب ما ایرانی ها هم قطعا مخصوصا تو این زمان که آقا هیهات من الذل ما زیر بار ظلم نمیریم، چه بحث مسلمان بودنمون چه بحث ژن ایرانی بودنمون. من دوباره رفتم تو همون فضا و خب تو اون حالت شما همه چیزو میبینید، درک میکنید، چه حتی اجنه‌ای که حضور دارن، حتی ملائکه‌ای که حضور دارن، حتی افکار خوب و بدی که حالا توی این دنیا هم بهش میگن مثلا انرژی وایب مثلا مثبت یا مثلا انرژی منفی، اینا رو همه رو میبینید شما. البته بستگی به اینم داره که آیا خود خداوند این رو اراده کرده باشه یا نه. بعد از اینکه دوباره من رفتم دورامو زدم و برگشتم بالا سر جسمم، اون دست و اون تونل برای من نمایان شد. یه دستی از اون تونل اومد، یه دست فوق‌العاده نورانی و یک صدا که من رو هدایت میکرد به سوی اون تونل. یک تونلی کاملا نورانی و مثل یک گرداب آب که تو چاله میخواد و شما رو ناخودآگاه انگار به سمت خودش میکشه و دوست دارید برید. انگار جز اون مسیر راه دیگه ای نیست و اون دست شما رو به سمت خودش میکشه و از شما میخواد که برید به سمتش. و من از داخل این تونل عبور کردم، یک تونلی که بی انتها بود، یعنی میشه گفت واقعا تهشو نمیدیدیم، کاملا نور. و وقتی شما از این تونل دارید عبور میکنید، تو یک آن حتی نمیشه گفت مثلا الان این صحنه رو میبینی بعدش این صحنه رو میبینی که مثلا فیلم وارد، نه اصلا فیلمی نیست. شما تو یک آن به همه آنچه که گذشته و بودید معرفت کسب میکنید. یعنی اینکه الان مثلا تولدتو ببینی بعد مثلا اینکه داری شیر میخوری و ببینی نیست. تو یک آنه همه این اتفاقات از لحظه یا تولد تا لحظه مرگ تو یک آن شما بهش معرفت کسب میکنید و خب با کوچکترین جزئیات شما این رو میبینی و بهش واقف میشی که چی کار کردی و اصلا نیازی نیست کسی شما رو قضاوت بکنه. خودت میتونی قاضی خودت باشی که آیا من با این گذشتم الان جایگاهم کجاست، با این کارهایی که کردم و حتی میدونم الان این کاری که انجام دادم آیا 100% برای رضای خدا بوده یا نه برای خودم بوده، برای دیده شدنم بوده یا حتی اصلا برای چیزهای مختلف شر بوده. بزرگترین قاضی فکر میکنم تو لحظه خود آدمه. بعد از اون تونل من یه جای سبز فوق‌العاده سرسبزی رو دیدم، یه دشت با یک کوه بسیار زیبا، یه سلسله کوه بود که واقعا میشه گفت ته نداشت و یک بلوار از مثلا دو طرفش درختای خیلی سرسبز که این که مثلا شما میگی سبز توی دنیای مادی شما نمیتونی واقعا توی لیوان بیشتر از یه لیوان جا بدی. بنابراین ته اینی که بخوای بگی مثلا سبز زیبا میگی خیلی خیلی شفاف و زیبا، بیشتر از اون چیزی نمیتونی بگی. اما این که مثلا میگن باز شنیدن کی بود مانند دیدن، این که
برای همه کسانی که توی این دنیا زندگی میکنن و ندیدن، من چیز خاصی نمیتونم جز این که فقط بهشون بگم تا تجربه نکنید نمیفهمید. عمق مطلب همینه، فقط میتونم توضیح بدم. و حتی اون رنگ ها، حتی اون سبز میتونه با شما حرف بزنه، میتونه به شما عشق بده، میتونه خیلی کارها میشه. حتی همون رنگ، نه حتی اون درخت یا حتی تمام محیط کمال مطلقه. یعنی چیزیه که باز مخلوق خداونده و تو اون لحظه دیگه شما هیچ نقصی توش نمیبینید. و خب یک شخصی رو پشت سرم حس کردم، یک شخصی خب من نمیدیدمش، من فقط حضورش رو حس کردم و اینکه باز هم با بیان کلمات با من حرف نمیزد، اصلا کلمه ای رد و بدل نمیشد. مثل اینکه شما تو این زمین یه عشقی داری، مثلا یک مردی یک عشق زمینی داری، یک زن تو زندگیت هست که اسمش رو عشق حقیقی گذاشته. بعضی دیدید با نگاهشون با هم حرف میزنن، میگن این دو نفر وقتی به هم نگاه میکنن هم حرف همدیگه رو به هم میفهمونن. خب وقتی رو کره زمین اینقدر میشه اینجوری بود، واقعا اونور صرف کلمه و کلام و لفظ دیگه بی‌معناست و اون واقعا حالا اسمشو نمیدونم چی این کسی بود که من رو میخواست جایگاه حقیقی من را یک به من نشان بده، دو منو به سمت خوبی های بیشتر ببره و من این حس رو درونم داشتم. و اینکه اون شخص میشه گفت اعتماد نه 100% بلکه 1,000,000,000% بهش داشتم. اینکه هیچ چیزی جز خوبی این شخص نمیتونه داشته باشه و فقط خوب منو میخواد. من بنابراین حرفشو گوش میدم. وقتی مثلا به من میگه محمد برو، یا به من میگه وایسا، یا من میگه نمیتونی به عقب نگاه کنی، خب من حرفشو 100% اطمینان کامل از یه جایی این شخص رو حس کردم بدون اینکه حتی ببینمش، اما در واقع میشد گفت که من سر تا پای این شخص رو میدیدم و حس میکرد. ما با هم این دشت رو گذروندیم و رفتیم جلو. خب این قضایایی که من خدمت شما دارم میگم خیلی طولانیه، من صرفا میتونم فقط کلی بگم این مراحل. بعد از این قضایا ما رفتیم جلوتر و فضا هی عوض میشد. یعنی مثلا دیگه از اون دشت سرسبز فوق‌العاده زیبا و خوش آب و هوا دیگه داشت کم رنگ میشد و رنگ میباخت کامل. و با چی مواجه میشدیم؟ با یک بیابان بی انتهایی که هیچ رنگ و بوی از خوبی نداشت، هیچ. یعنی شما یه لحظه بگی مثلا تشنگی کامل مادی این دنیا رو در نظر بگیر که واقعا تشنه‌ای، تمام گلو تا سلول های بدنت خشکه تو این دنیا تازه، و تو یک ذره رطوبت حس کنی. نه، حالا اون دنیاش خب صدها هزار برابر بیشتر. غیر از مثلا تشنگی تو ناامیدی رو حس کنی. تو این دنیا کسایی که مثلا ذره ناامیدی یا افسردگی رو حس میکنن شروع میکنن خودکشی کردن، یا مثلا شما اون رو در نظر بگیر که ذره امید وجود نداشته باشه تو یک مکان. خب این بیابان و ما هرچی میرفتیم جلوتر انگار
عمیق‌تر یا دیپتر میشد این قضیه که هر چه خوشی بود پشت سر میذاشتی و به نسبت اون خوشی داشت جاشو دقیقاً 180 درجه عوض میکرد. و من چهره هایی رو میدیدم که فوق العاده ترسناک بودن، مثلا شبیه دیوهایی که ما تو افسانه هامون مثلا داریم که از دور سایه‌شون مثل سراب نمایان میشد. جالب اینه کماکان این شخص پشت من بود اما داشت دورتر میشه، انگار یه حلقه اتصالی که وصل هست به مو هم میرسه اما قطع نمیشه. من هر چقدر وارد این بیابان میشدم انگار اون شخص فوق‌العاده الهام بخش من از من دورتر میشد و این کانکشن یا اتصال ضعیفتر میشد و من تنهاتر میشدم، اما میدونستم انگار این کانکشن هیچ وقت قرار نیست قطع بشه، به مو میرسه اما پاره نمیشه. اما من تو بیابان یک ترسی از دیدن این افراد، از اون محیط بر من غلبه کرد و واقعا چیزی جز شر نمیشد تو اون بیابون دید. یعنی هیچ رنگ و بویی از خیر، خوبی و عشق و هر چیزی که شما بهش میگید خوبی وجود نداشت. و من فکر میکنم افراد مختلفی که حالا مرگ رو تجربه کردن یا اگر مثلا بخشی از بدیها و حالا اسمشو میذاریم جهنم رو تجربه کرده باشند، من فکر میکنم دقیقاً نقطه اشتراکشون این باید باشه که وقتی وارد یه جایی مثل حالا اسمشو ممکنه بذارن جهنم، تو این جهنمه میشن، اون خوبی هاست که دیگه تو اون محیط رنگ میبازه و هر چقدر که این خوبی ها به صفر و منفی اون نزدیک بشه شما میتونید معنای واقعی جهنم رو درک بکنید. و اینکه حالا اونجا چه شکلی باشه، بیابان باشه، چاه باشه یا هر چیز مهم نیست، مهم اینه که اون خوبی هاست که باید رنگ بباز. مثل نوری که اگر ما اسمشو میذاریم تاریکی یعنی عدم نور، خب هر چقدر نور رنگ ببازه تاریکتر میشه دیگه فضا. خب وقتی هیچ نوری نباشه شما با ظلمت کامل در مساف هستید. بنابراین هر چقدر که این خوبی ها رنگ ببازه و به صفر و زیر صفر نزدیک بشه شما معنای واقعی جهنم رو اونجا میفهمید. و شمایی که دنبال یک ذره خوبی میگردید، از رفع آتش، از امید، از عشق، از فضای صمیمی، از اجتماعی، چون تنهایی خودش برای انسان یک چیز زجرآوره. شما خودتون رو تو یک بیابان تنها تصور کنید، خب این برای شما اصلا تو همین کره مادی این برای شما زجرآوره، چون هیچ کی پیشتون نیست، اصلا تشنم نیستید، آبم با خودتون بردید. فرض کنید یه هفته تو این بیابون تنهایی واقعا سخته. یا مثلا تو یک اتاقی مثل این کسایی که توی این چالش های اینترنتی خودشون یه هفته 10 روز توی اتاق حبس میکنن، خب این سخته واقعا برای انسان. خب من از اون بیابون در حال گذر بودم و هر چقدر واردش میشدم انگار داشت عمق بیشتری پیدا میکرد و تمام این خوبی ها بیشتر رنگ میباخت و چیزی که جایگزینش میشد ناامیدی، آتش، تشنگی و عدم و کمبود عشق و محبت و ایثار و این چیزها بود. خب من توی این بیابان چهره‌های آشنایی هم دیدم، یعنی افرادی که
تو زندگی خودم، از اطرافیانم، اقوامم و دوستانم که حتی از دوران بچگیم که یه خاطراتی از اونها داشتم و از دنیا رفته بودن. من یه سری از اینها رو اونجا دیدم. حالا بعضیشون همون اول اون بیابون بودن که حالا خیلی وارد اون عمق نبود هیچ خوبی که کاملا صفر و زیر صفر میشه. یه سری مثلا ممکن بود مثلا بگیم 95% بدی 5% خوبی مثلا باشه. خب اینا یه سریشون اینجا بودن با یه قیافه‌های خاصی، مثلا یکیشونو مثلا مورچه بود با یه قیافه که کاملا مورچه است، ولی خب کاملا میفهمه این آدم، این فردی که الان مورچه میبینیش کیه. دو جلوتر شما افرادی رو من دیدم که میمون بودن کاملا. یعنی شما با اون گناهی که این افراد مرتکب شدن تو زندگیشون، چون صرفاً گناه نیست آقا شایان عزیز، این که شما رو اون گناه انقدر اصرار بکنی که ناخودآگاه درونی تو بشه که هر چه قدم بخوای توبه کنی و برگردی دوباره برمیگردی بهش. به خاطر اونه که شما این رو کسب میکنی و میشی همون. مثل این که من از ابتدای بچگیم عاشق موسیقی ام، اما موسیقی های شیطانی مثلا، و هر چقدر بخوام دیگه گوش نکنم نمیتونم، هی دوباره میرم سراغش. این شده ملکه انسانی من. یا مثلا من شرابخوارم، دائم الخمرم، یا مثلا به ناموس دیگران تعرض میکنم، این ملکه منه. اینها وقتی ملکه میشن روی این دنیا اونور به شکل، ولی خب صرفا این که شما یه گناه کرده باشی نه، این نمیشه بارش. دو افرادی که به شکل خوک، سگ، مار، عقرب، یا حتی مثلا بوزینه هایی که زبانهاشون بیرون افتاده، یا حتی مثلا و زبانهایی که خیلی گنده است و قرمزه، که من قشنگ میفهمیدم این افراد کسایی هستند که به قول امروزی ها زبون بازن، با زبون مثلا مشتری رو جلب میکنن، سرش کلاه میذارن، یا غیبت میکنن، یا تهمت میزنن و اینجور مثلا. خب این رو من درک کردم و یه حول و ولایی درون دلم افتاد که خدایا من مثلا وارد این محیط شدم، آیا منم جز اینام؟ ولی اون اتصاله که گفتم به مو میرسیم، قشنگ امید این رو داشتم و حس میکردم، من رو امیدوار نگه میداشت، چون از یه طرفی هم من از اون تونله رد شده بودم و خودم رو و اعمالم رو دیده بودم و به امید خداوند خودم ایمان داشتم. به اضافه این که علاوه بر خداوند عشقی هم نسبت به اهل بیت، حالا نسبت به خوبی ها، صرفاً نسبت به اینکه یک انسان باشم، نسبت به اینکه مثلا ما تو اسلام اسمش رو میذاریم فطرت، تو مسیحیت یه چیز دیگه است، و این شناخت خوبی از بدی که خدا تو قرآن میگه فطرت، من آیه‌ش هم اگر بخواید میخونم، میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. میگه فطرتی که ما برای همه انسان ها، چه اونایی که مردن، چه اونایی که هستن و چه اونایی که خواهند بود، لا تبدیل لخلق الله، هیچ تبدیل و کم و زیادی برای خلق خدا نیست، همشون یکسانن و این عدالت خدا. ذالک دین القیم، میگه دین با قوام اینه. من یه پیامبر درونی برای شما گذاشتم، اگه به همون عمل کنی و شما میدونی اگه بزنی پس کله بچه بده. مثل الان اسرائیلی ها که کودک میکشن، مظلوم نمایی هم میکنن و میگن ما خوبیم. شما میدونید، چطور فکر میکنید نمیدونید؟
همه انسان ها میدونن. پس اگر به این عمل کردی به عنوان یک انسان و به عنوان پیامبر درون خودت، پس انتظار امید هم داری. و من بعد از این که از اون بیابان رد شدم و هر چقدر از اون محیط فاصله میگرفتم، اون فرد هادی من به من نزدیکتر میشد و شور و شعف، عشق، امید و محبت دوباره داشت زیاد میشد، تا جایی که دوباره من مملو شدم از اون عشق. من اسمشو عشق میذارم. و تو اون لحظه من کلن از کره زمین، نه اینکه اون جایگاه کره زمین بود، ولی من میدیدم که دارم از اون محیط که حالا بخشی از منظومه شمسی، حالا اسمشو میذاریم منظومه شمسی مثلا بود، دارم کنده میشم و اصلا پرواز میکنم با سرعتی فوق تصور و عوالمی رو میبینیم که حالا ممکنه مثلا ادیان ما، شیعه ما، اسلام ما اسمشو بذارن آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، که مثلا میاد میگه آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل یک نگینیه در یک بیابان که تا 7 آسمان. من قشنگ متوجه شدم که از آسمان اول کنده شدم و رفتم وارد آسمان دوم شدم. اونجا با مناظر فوق‌العاده‌ای روبرو میشی که جالب اینه و قشنگ متوجه میشی که اگر خداوند اراده بکنه تو این رو میبینی. و این به چی بستگی داره آقا شایان؟ یک، من اول حرفم اومدم گفتم علاقه نسبت به چیزهای مختلف. 2، ظرفیت وجودی یک انسان. مثال عرض میکنم، شما وقتی دعا میکنی به عنوان یک انسان دعا میکنی به خوبی ها، خب، ولی مثلا در حد همسایت، خدایا همسایه منو مریض شده خوب کن، خب. اما یک انسان میبینی ظرفیت بیشتری داره. چرا؟ چون درکش از خداوند بیشتره، دعا میکنه برای کل بشریت، خب. این ظرفیت وجودی اونو میرسونه. 3، یک انسان رو میبینی میاد میگه خدایا هر آنچه که از مخلوقاتت پتانسیل دریافت خوبی رو داره بهش رحم کن و بهش عشق بورز و بهش خوبی بده. در هر جای این عالم هستی که هست، اصلا یک سنگه، اصلا یک درخته، اصلا یک مثلا ماده شیمیایی، تو یک مثلا کهکشان آندرومدا مثلا، خب باز این انسان ظرفیت وجودی خودش رو در قبال این دعا نشون داده نسبت به خداوند که این ظرفیت برای من گسترده تره، من خوبی های بیشتری برای همه مخلوقات تو میخوام ای خداوند. خب حالا اهل بیت، این که مثلا خدا میگه و قاب قوسین او ادنا نسبت به پیامبر ما که تا 2 تا کمان نسبت به خداوند، 2 تا قوس یک کمان نسبت به خداوند بالا رفت و نزدیک شد، خب این ظرفیت وجودی پیامبر ما رو میرسونه که هیچ وقت هیچ انسانی نمیتونه متوجه بشه که اصلا این ظرفیت وجودی چی بوده. اما من میخوام به شما اینو بگم، هر چقدر که ظرفیت وجودی شما، اول خودشناسی شما، بعد خداشناسی شما نسبت به خداوند و خلقتش و همه مخلوقاتی که وجود داره و همه خوبی هایی که وجود داره که شما شناختید بیشتر بشه، شما درک بیشتری از اون دنیا خواهید داشت. چرا؟ مثال عرض میکنم، یک انسان وقتی که بهشت رو برای خودش تصور میکنه و خوبی، مثلا صرف عشق و خوبی و محبت، یک انسان ظرفیت شناخت وجودیش نسبت به یک انسان دیگه کاملا متفاوت. همونطور که شناختش نسبت به بهشت و اصلا معنویت و خوبی متفاوت.
چرا؟ مثلا شما تو بهشتی، بهشت رو برای خود درخت و چشمه و بدون هیچ اضطراب تصور میکنی، چشمه شیر و شراب و حوری و اون برات اتفاق میفته. اما برای یک عارف مثلا اوج عشق فناء در کمال مطلقه. کمال مطلق چیه؟ خداوند. من اگر فنا بشم در کمال مطلق، رسیدم مثلا به عشق، خب این عارف هیچ وقت اون انسانی که بهشت و خوبی و اصلا وجود اون اوج کمال رو، درخت و شیر، نمیتونه تصور بکنه که حتی اون چیزی که اون عارف میخواد چی هست. بنابراین داریم تو احادیثمون، حالا تو حتی شناختمون نسبت به اینکه یک انسان وقتی میره اون دنیا غبطه میخوره به عوالم بهشتی های دیگه. چرا غبطه میخوره؟ میگه اینم بود نگه. بعد خب من الان چجوری باید بهش برسم؟ شما وقتی توی جایگاه تو بهشت هستی اصلا نمیدونی چی بخوای که بری بالاتر، و الا اینو خداوند برای تو گذاشته، حتی تو اون عالم برای کمال تو گذاشته، فقط کافیه تو بخوای. ولی وقتی تو نمیفهمی حتی که چی بخوای و چی بزرگتر از اینه که الان داری، خب چی میتونم بهت بگم؟ نکته بعدی اینه که خب تو آسمان مثلا دوم شما با جایگاه های مختلفی روبرو میشی. مثلا انسان هایی که از این دنیا رفتن، مردن و تو جایگاه های مختلفی قرار دارن. مثلا بهشت یک شخص رو میبینی که تو آسمان دوم داره توش زندگیشو میکنه، داره کارهایی انجام میده، وسعت مثلا امپراتوری اون شخص رو میبینی که چقدر وسعت داره، مثلا به اندازه مثلا مثال عرض میکنم 8 تا کره زمین. مثلا جهنم یک فرد رو میبینی، هرچند هیچ تداخلی نسبت به این که این بهشت با مثلا این بر این جهنمه وجود نداره، فقط کسب معرفت است که تو متوجه این موضوع بشی و تو در حال عبوری و صرف این که او عشق حقیقی میخواد که تو ببینی داری میبینی و تو هم اینو میدونی و تو در حال عبوری. و جالب اینه، من فکر میکردم افراد زیادی تو جهنمن. خب هستن، افراد زیادی هستن تو جهنمن، اما در نهایت به خاطر لطف خداوند افراد بسیار کمی تو جهنم تا آخر باقی خواهند ماند. چرا؟ چون میگه لطف و رحمت خداوند بر غضبش سبقت داره. جالب اینه، من این رو با باور یقینی بهش رسیدم. به چه صورت؟ شما تو عالم فیزیک مادی ما وقتی یک جسم کروی رو در نظر بگیرید، اولا چرا اکثر خلقت ما به صورت کره است؟ چه کهکشان‌های ما، چه حتی اتم ما، ریزترینش تا گنده ترینش، خورشید ما، کره زمین ما و خیلی. چرا؟ یکی از دلایلش اینه خداوند میخواد نشون بده. چی رو نشون بده؟ رحمتشو. میگه الله نور السماوات و الارض. حالا نور رو شما بیاید به این کره توی عالم مادیت بتابون. قانون فیزیک ما میگه دقیقاً 50% باید این کره از نور روشن بشه و 50%ش تاریک بمونه دیگه. قطعاً قانون فیزیک ماه، چون کره کامل تو شرایط مثلا خلأ، بدون نور، ولی وقتی این رو آزمایش میکنید میبینید شعاع نور بیش از 50% رو در بر میگیره همیشه. خب این چی اون نشون میده؟
اون رحمت خداونده و بنابراین این رحمت تسری پیدا میکنه در نهایت برای همه اون کسایی که گناهکار بودن اما ذاتشون خبیث نبوده. ولی برای اینکه تو به اون کمال الهی کامل برسی، خب تو یه سری لک تو آینه وجودی خودت ایجاد کردی با اختیار خودت. خب این لکه باید پاک بشه بالاخره، چه تو این دنیا چه تو اون دنیا. و اون نور خداوند، آقا خدا میگه من عادلم، خب میگه من این نور رو مثل یک پروژکتور بر همه انسانهای کره زمین به صورت یکسان تابوندم. یکی مثل پیامبر بدون هیچ لکه این نور رو دقیقاً همونی که خداوند تابونده برمیگردونه عیناً به ملکوت خودش که پیامبره و همون نور الهی میشه نور ملکوتی پیامبر. پس اون نور واحد و یکسان خداوند. و یکی مثل من که تمام آینش رو پر از خاک و کثافت کرده که نه تنها اون نور بر نمیگرده که بلکه میمونه و ایجاد گرما میکنه، اصلا بازتابی نداره هیچ، بلکه اون آینه رو داغ میکنه و میشه همون جهنمی که ما خودمون برای خودمون میسازیم. خب خدمت شما عرض کنم که من توی اون عالم یه اتفاقاتی تو این عالم برام افتاد. من با یه عالمی آشنا شده بودم. من توی این عالم توی کره زمین با یک عالمی آشنا بودم، حالا اسمش رو میگم، آقا نصرالله شاه‌آبادی که حالا توی خبرگان هم بودن. من حدود 4 سال با ایشون شبانه روز در ارتباط بودم. یه مدت من اشعار خوبی رو میگفتم که حالا تو جشنواره‌های مختلف هم کسب مقام کرده بود، مثلا جشنواره شعر اصفهان. ولی خب موضوعات غیر معنوی داشت میشد. البته معنوی نسبت به خودم بود، مثلا راجع به شراب و اینجور مسائل بود که اگر بخواید میخونم. ولی خب ایشون به من گفتن فلانی، خب ما مشهد بودیم با ایشون به من گفتن فلانی اصلا راجع به حضرت زهرا تو الان شعری گفتی؟ گفتم نه والله. رو خجالت نمیکشی مثلا شعری نگفتی راجع به حضرت زهرا، در صورتی که همه اهل بیت متوسل میشن به ایشون و هر کسی که به قول معروف سیر معنوی داشته وصل شده به خلاصه حضرت زهرا و مدد خواسته از ایشون. و من تو همون مشهد سال 95 شروع کردم این شعر رو و یه مدت بعدم تمامش کردم. من اون زمان که این شعر رو گفتم فقط تو مجلس ایشون خونده بودم اون رو و ایشون به من گفت که چون یه موضوعی هست، میگه اگر برای مثلا خوبی ها، حالا هر چیزی، حالا اهل بیت باشه، امام حسین باشه، صرف مددجویی از حق نسبت به ظلم باشه، شما داری کار خوبو میکنی، بنابراین خوبی ها رو هم وقتی گسترش بدی پاداشش میمونه برات. و یکی از چیزایی که واقعا موندگاره، یکی تو اون دنیا، یکی از چیزایی که واقعا موندگاره یک چیزی هست مثلا وقف، یک چیزی هست مثل یک کتاب خوب که تا زمانی که این مونده و همه افراد بشر، حتی یک نفر که تو همه ادیان هست، نه فقط اسلام که میگه اگه یک نفر رو نجات بدی انگار همه افراد انسان بشریت رو نجات دادی، این تو یهودیت و مسیحیت و اینا هم هست. من به واسطه این شعری که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها سرودم، اما خب توش امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و اینها هم اومد و امام زمان، توی این
تو اون عالم با اینا هم یه لطفی به من داشتن و اصلا من به واسطه ایشون دوباره برگشتم، چون اصلا حقیقتا دیگه دلم نمیخواست حتی برگردم و واقعا لطف واقعا ادامه بدم. واقعا لطف حضرت زهرا سلام الله علیها بود که من برگشتم، چون واقعا کار دست ایشون هست و امیر مومنان علی علیه السلام و یعنی اون زمانی که من برگشتم به بدنم ایشون، یعنی قشنگ متوجهم، ایشون دستور دادن که من برگردم. خب من وارد یک جایی شدم با چند تا از کسانی که از دنیا رفته بودن، نشستم صحبت کردم. تو یک جایی یه آلاچیق مانندی بود که یک چشمه هم کنارش نشستیم و قلیونی کشیدیم و راجع به اون عالم اتفاقات صحبت کردم. بعد از این قضیه من برگشتم و نزدیک به کره زمین، روبروی من کره زمینه و اینکه راجع به بحث حالا آینده‌ای که من دیدم و اینکه بعضی از افرادی که حالا تو بحث آینده نگری که براشون اتفاق افتاده، خب خیلی هاش درسته، ولی اینکه بخوان بگن زمان ظهور خیلی نزدیکه و اتفاق میفته تو این جنگی که الان داریم، باید بگم خیلی دقیق نیست. چرا؟ خدمتتون عرض میکنم. من وقتی بالای کره زمین قرار گرفتم، باید به شما بگم زمانی خورشید طلوع میکنه که زمین در تاریک ترین حالتش هست، یعنی قبل از طلوع تاریک ترین حالت زمینه، بعد شعاع نور خودش رو نشون میده و روز شروع میشه. باید بگم تا زمانی که کره زمین و اتفاقاتی که وجود داره به تاریک ترین حالت خودش نرسه، ظهور اتفاق نمیفته. از لحاظ اینکه شما خودت به عنوان یک انسان میتونی بفهمی که الان و چه زمانی اتفاق میفته، زمانی که همه انسانهای کره زمین درگیر موضوع آخرالزمانی بشن و دقیقاً همه انسان، هرچند الان داریم میبینیم حرکتش رو، مثلا انسان‌های تو اونور دنیا، تو آمریکا، تو اروپا وارد جبهه حق میشن که رهبر ما پیام میده شما در مثلا برهه الان تو جایگاه درست تاریخی ایستادید. خب این افراد تو اون نقطه وارد جبهه حق میشن و یه سری افراد از این کشور خارج میشن مثلا و وارد جبهه ظلم میشن و باید بگم این کاملا باید مشخص بشه. دو، من تو اون حالت میبینم، یعنی دیدم که این که خداوند میگه هر کسی برای من میگه ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدام، میگه هر آن کسی که من رو یاری بکنه، نه اینکه خداوند به یاری نیاز داره، ماییم که نیاز به تکامل و به سوی رفتن او داریم، اما
یه جور یاری رسوندن به جبهه حقه. میگه هر آن کس که من رو جبهه من رو در واقع اینه یاری بکنه برای رسیدن به حق و اثبات حق، من یاریش میکنم. یعنی که خداوند خلف وعده نمیکنه. شما اگر پرده ها بیفته برای انسان ها و ببینید سر تا سر این عالم هستی رو از لشکریان خدا میبینید، حتی امام زمان که اصلا منتظر دستوره، اون منتظر دستور الهیه که ظهور بکن، و همینطور ملائکه و لشکریان خداوند در آسمان و زمین منتظر این هستند که یک نفر، میگه ان تقوموا لله مثنا و فرادا، حتی یک نفر برای خالصانه برای خداوند، نه فقط جهاد. اصلا اون کاسب، اون دیدیم دیگه توی این قضایا که نونوایی مثلا برادرش شهید شده بود ولی نرفت، برای مردم خدمتگزاری داشت میکرد، میوه فروش همینطور، اتوبوس همینطور، و خیلی افراد برای رضای خداوند کار انجام بده. و خداوند حقیقتاً اگر میدید چطور رو یاری میکنه متعجب میشد. و این رو بدونید اگر پرده ها بیفته و شما، خب من تو اون لحظه دیدم که ملائکه و جبهه حق منتظرن هر کجای این کره خاکی، یک نفر برای رضای خدا، اصلا دین هم مهم نیست، یک انسان آزاده برای خداوند، حالا مسلمان باشه، مسیحی، یهودی، فرقی نمیکنه، برای رضای خدا، اونها هم به خداوند ایمان دارن، برای خداوند قدم برداره و رو یاری کنن. و این رو بدونید، یک حرفی من به شما زدم راجع به این که رهبر در سال همون اوایل جنگ 8 ساله، این که گفتن خداوند درهای شکست را برای این بر روی این کشور بسته است. چرا؟ اولا سنت خداوند رو اگر یک اسلام شناسی مثل رهبر که واقعا میشناسه سنت های الهی رو میاد میگه، اگر شما سنت های خداوند رو دیده باشی میدونی خداوند تو قرآن و همه کتب ادیانی خودش، چه تو تورات چه تو انجیل، آورده سنت های خودش رو، خلف وعده نمیکنه. دو، شما یک عاشورا خواهید داشت، 2 تا عاشورا نخواهید داشت. اینکه رهبر میاد میگه اگر بخوان به ما صلح امام حسن رو تحمیل کنن عاشورا اتفاق خواهد افتاد، اما من به شما میگم عاشورا اتفاق نمیفته، چون اولا ما یک عاشورا خواهیم داشت و اون عاشورای امام حسین علیه السلام که اون با تمام یارانش و خانوادهش با تمام 100% وجودش با خداوندش بازی میکنه و همه وجودش رو فدای خداوند میکنه. و 2 دلیلش اینه ما 2 تا عاشورا نخواهیم داشت، اصلا این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین تنها جبهه‌ای که هیچ وقت، و خداوند جالب اینه، برای اکثر هر چقدر شما گندلات‌تر باشین، ما توی تاریخ دیدیم هرچی گندلات‌تر باشی، به قول معروف غمه بزرگتری برای خداورداری، خدا به شیوه ذلیلانه تری پوستتو میکنه، که مثلا نمرود رو با یه پشه نیمبال میکشه مثلا. و این اصلا سنت خداست. و جالب اینه حکومتی که هیچ چیز نداشته تو جنگ 8 ساله، شما نگاه کنید، ایران سیم خاردار هم نداشت و همه، که جالب اینه اون موقع احتمال شکست ایران خیلی بیشتر بود که 36 تا کشور بر علیه ایران جمع شدن و هیچ چیز نداشت و پیروز شدیم. الان که دیگه ما رو پای خودمونیم و اون موقع خداوند به ما نشون داد که خداوند درهای شکست رو برای این مملکت و مردمش بسته. چرا؟ چون این کشور و مردمش، تو احادیث هم هست که فارس ها
و انسان‌های ایرانی هم که فتح میکنن قدس رو و حالا چه کسایی که به احادیث ایمان دارن، چه اصلا کسایی که ندارن یا اصلا بر گزاره‌های تاریخی میخوان قدم بردارن. من به شما این رو بگم، حقیقت تاریخ یک مملکت و ژنتیکش، شما تو ایرانی ها به هیچ عنوان ظلم پذیر نیستن و چرا میان هیهات من نزل امام حسین رو پرچم، چون اصلا تو ژنشونه. چرا عرب های بی غیرت الان رو نگاه کن، اکثر دولت هاشون چرا این کارو نمیکنن؟ چون اونا زمان پیامبرم همین بودن، بت پرست بودن، شرابخوار بودن، دختراشون رو دفن میکردن، الان هم همینن. به قول معروف به نرخ روز خور، نون به نرخ روز خورن. هر جا حزب باده همون طرفه و این تغییر خواهد کرد. و چیزی که من دیدم به صورت آینده باید خدمت شما بگم اینه که یک، نه اینکه ظهور حضرت نزدیک نیست، چرا؟ نزدیکه، اما من هم نمیتونم تاریخ بدم، چون اولا از تاریخ دادن، یعنی میگن خود حضرت هم نمیدونه، فقط منتظر فرمان الهیه. دو، من یه تاریخ کلی به شما دادم و گفتم اون زمانیه که همه انسان‌های کره زمین جبههشون مشخص بشه، کی جبهه حقه، کی جبهه باطله. و وقتی این اتفاق بیفته و تاریک‌ترین زمان کره زمین رقم بخوره، کی تاریک‌ترین زمان کره زمینه؟ الان شما نگاه کنید، بسیاری از اسرائیلی هایی که اون حرام لقمه ها و پست‌ترین انسان های کره زمینی که خودشون سر بچه بریدن، داعش رو به وجود آوردن و فلسطینی کودک و زن کشتن، الان خیلی هاشون یک ترسیدن، دو ابراز ندامت میکنن. من همین جدیدترین چیز یک اسرائیلی رو دیدم که میگه من نادم و پشیمانم از اینکه این بلاها رو سر این فلسطینی ها آوردید. زمانی این اتفاق میفته که ظالمین هم از ظلم خودشون خسته میشن و پناه میبرن به یک منجی و اون زمان تاریک ترین که دور هم نیست و این جنگ قطعاً به یک جنگ جهانی تبدیل میشه. یعنی همه افراد کره زمین رو در بر میگیره، حالا چه به صورت جنگ مستقیم چه به صورت غیر مستقیم. مثل خب الان دیگه همه کره زمین درگیرن، تو فضای مجازی میبینن و ناخودآگاه وقتی میبینن یک جبهه‌ای رو انتخاب میکنن، یا میان تو خیابون بر علیه ظلم، تو فرانسه، تو آمریکا، تو دانشگاه هاروارد، تو قلب آمریکا تظاهرات میکنن که میبینیم ترامپ هم بودجهشون رو قطع میکنه و بهشون میگه که شما کسایی هستید که آقای خامنه‌ای رو دارید خوشحال میکنید. و چه کسانی حتی از جبهه مقاومت، مثل امروزی که تو فلسطین حماس پیام میده فلانی خیانت کرده به ما و رفته تو جبهه مثلا دشمن. ببینید این مرزبندی جبهه حق و باطل که اتفاق میفته همش در راستای ظهور منجیه. و در رابطه با جنگ آخر زمان، خب این جنگ اتفاق افتاد و من ویدیوهای افرادی که تو کانال شما بودن رو دیدم و یک تاریخ حدودی مشخص کرده بودن که خرداد ماه مثلا 1404 یک اتفاق بزرگ تو تهران میفته. بله، و اون اتفاق افتاد و من باید بگم دوباره این اتفاق میفته، دوباره این اتفاق میفته، اما وقتش. خب یک سری افراد تو این تابستون رو دارن بیان میکنن که من همینو میگم 90% همین تابستونه که دوباره به ایران حمله میکنن، حتی به صورت زمینی و اینکه به صورت مثلا مسلحانه.
داخل ایران با گروه های مختلفشون و حتی تو تهران هم میان و من این رو به شما وعده میدم. اما به لطف خداوند با یقین به شما میگم اینکه آقای خامنه‌ای رهبر ما، که حالا من واقعا و حقیقتا میگم من اصلا این دولت رو قبول نداشتم. الان هم شما نگاه کنید با دیپلماسی و حالا مثلا آقای پزشکیان پیش علیوف داشت پا میشه، من اینو اصلا یه چیز ابلهانه و خلاف اصلا غیرت و عزتمندی ایران میدونم. تو چه جور ایرانی هستی که به عنوان یک رئیس جمهور، من پشت رئیس جمهور هم هستم هرچند انتخابش نکردم، ولی ما تو این لحظه متحدیم، اوکی. ولی میخوام بگم آقای پزشکیان عزیز، رئیس جمهور کشور عزیز و سربلند ایران، شما عزتمند باشید و بدونید اگر رهبر میاد مثل حضرت موسی، میگه خداوند به موسی گفت نه مگر ربی، این هم همینه و من با خونم با جانم این رو امضا میکنم ایران به چنان پیروزی برسه که همه دنیا انگشت به دهن بمونن. و این رو به شما بگم اون کسانی که پای این جبهه میمونن، و من دوباره تأکید میکنم جناب آقا شایان عزیز، این که میگه لتغربلن غربلتن، این هنوز اتفاق کامل نیفتاده. واقعا چنان غربالی باید صورت بگیره، قشنگ جبهه حق و باطل باید مشخص بشه. منی که پای خدا خوبی ها وای میستم، آیا فرقی دارم با اونی که نون به نرخ روز خوره و حزب باده و مثلا خانواده مثلا نزدیک من میره توی جبهه آمریکا؟ تو خانواده من اتفاق افتاده، خانواده مذهبی که واقعا مذهبی که یه طرف ببینی این ور، یه طرف کلا رفته اون ور. خب این غرباله است و این باید اتفاق بیفته و این اصلا سنت خداونده و میگه تا این اتفاق نیفته ظهور صورت نمیگیره. ولی خب اون غرباله نزدیکه و بله و این واقعا همینه. ولی زمان دیگه هم بدم، به نسبت اینو به یقین میگم به نسبت واکنش یک ایران و مردم ایران، دو واکنش جبهه مقاومت و دنیای اسلام، این حد اکثر ممکنه تا یعنی تا 1 سال خورده دیگه عقب هم بیفته و اون زمان حقیقتا دیگه تاریخ برای بعدش نخواهیم داشت. یا تو همین تابستونه اون تقابل جبهه حق و باطل و مرزبندی کامل، یا اینکه به نسبت مواجهه جبهه حق و باطل این ممکنه به قول امروزی ها بدا هم حاصل بشه و 1 سال خورده‌ای عقب هم بیفته. حرف پایانی اینه که مردم عزیز ایران و خطابم به همه انسان‌های آزاده جهانه، چون همونطور که خدمت شما گفتم انسان باید ظرفیت وجودیش رو بزرگ نگه داره. همه انسان‌های آزاده دنیا در این لحظه تاریخی باید به شما عرض بکنم، شما باید همونطور که درون خودتون خوبی رو از بدی تشخیص میدید، در مواجهه با دوراهی‌های انتخاب هم هرچند براتون ممکنه سخت باشه، میگه توی سوره آل عمران میگه مؤمن کسیه که باور داره به غیب و شهاده، هم به حاضر بودن هم به غیب. مطمئن باشید اگر شما به خوبی ها اعتقاد دارید و پشت خوبی ها وای میستید، این اتفاق جبهه حق و نصرت خداوند چنان برای شما شیرین باشد
که حتی تصورش رو هم نخواهید کرد. زمانی میرسه که اون دنیای، من اسمشو میذارم جامعه آرمانی، اون تشکیل جامعه آرمانی جهانی نزدیکه که در اون هیچ ظلمی نخواهد بود و تمام این تاریخ ما منتظر این لحظه بودن و شما باید انتخاب کنید. و من به شما دارم میگم اون لحظه ای که حجمهای شیاطین بسیار زیاد میشه که حتی ممکنه حجمه شیاطین رو شما به چشم ببینید و ممکنه اون لحظه هم برسه که شما شیاطین رو به صورت عینی و به چشم دیده و چشم ببینید و در اون لحظه است که باید انتخاب کنید که در کدام جبهه باشید. متشکرم.